سرخط خبرها مرگ 3 کس و جراحت 4 تن دیگر در یک صدمه در بوسه. رادیو آزادی گفت حادثه هنگام ابله‌ها رخ داده است. از موقع تاجیکستان تا اعتراف رسمی فلسطین از طرف چند کشور غربی. 28 سال زندان به مادری که 3 کودکش را با کارد زخمی کرده بود. درود بیننده عزیز، نشر نوی برنامه نوی 7 روز از یارتیجه منظور شماست. در این نشر شما را با مهمترین خبرهای هفته اخیر آشنا می‌سازیم. با شما هستم ایدیبکی سید از دوشنبه. در ناحیه ووسه بر سر یک صدمه نقلیاتی 3 نفر به هلاکت رسیده، 4 تن دیگر زخمی شده است. به اطلاع وزارت کار داخلی حادثه نصف روزی 22 سپتامبر رخ داده است. رادیو آزادی با تکیه به منابع خود می‌نویسد صدمه با اشتراک کارمند کمیسریت حربی زمان به وقوع پیوسته است که او یک جوان سنی دعوت را با زور به ماشین سوار کرده با سرعت رانده به ماشین سمت مقابل برخورده است. 2 تن از ساکنان با شرط ذکر نشدن نامشان در صحبت با رادیو آزادی این را تصدیق کردند. وزارت کارهای داخلی صدمه را تصدیق نموده ولی اشاره نکرده است که راننده کارمند کمیسریت حربی بود یا نه. به اطلاع این نهاد نجیب الله رستمزاده 33 ساله راننده تویوتا کمری در راه دهه کدوچی ناحیه واسه به سمت مقابل حرکت کرده با ماشین اوپل استرا کرامت الله برهانوی 27 ساله برخورده است. در نتیجه راننده اوپل استرا و 2 مسافر آن نرگس ابراهیموی 30 ساله و دولت بیبی زبیروی 54 ساله در جای حادثه به هلاکت رسیدند. اینچنین 4 مسافر دیگر این ماشین میرزا حسین نوریدینوی 44 ساله، گلاندام گلوی 42 ساله، پنچه سیمومینزاده 5 ساله و امام نظر قیوموی 27 ساله با جراحت‌های وزنی در بیمارخانه بستری کرده شدند. به اطلاع رادیو آزادی پرونده را پروکراتور ناحیه واسه تفتیش می‌کند. یادآور می‌شویم که از 1 اکتبر در تاجیکستان دعوت حربی تیر ماهی آغاز می‌یابد که آن تا آخر ماه نوامبر دوام می‌کند. امام علی رحمان موقع تاجیکستان را در مسئله فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد. پرزیدنت تاجیکستان ضمن سخنرانی خود در 80مین اجلاس مجمع عمومی ذکر کرد که صلح پایدار در خاورمیانه تنها در اساس قطعنامه‌های سازمان ملل و با فرمول 2 دولت امکان پذیر است. امام علی رحمان از جامعه جهانی دعوت کرد که در غزه آتش‌بس استوار برقرار و دسترسی کمکی بشردوستانه تامین کرده شود. یادآور می‌شویم که تاجیکستان بارها به موقع خود بابت تأسیس دولت مستقل فلسطین با پایتخت آن بیت المقدس شرقی در اساس مرزهای سال 1967 تاکید کرده است. مسئله فلسطین و وضعیت تشویش‌آور در غزه از موضوعات اساسی اجلاس امساله سازمان ملل بود. پیش از آغاز و در اجلاس امساله سازمان ملل چند کشور از جمله بریتانیا و فرانسه، کانادا و استرالیا، پرتغال و بلژیک و چند دیگر فلسطین را به رسمیت شناختند. با به رسمیت شناختن فلسطین از جانب بریتانیا و فرانسه میان اعضایان دائمی شورای امنیت سازمان ملل، امریکا تنها دولت باقی ماند که ضد 2 کشوری در ساحل‌های غربی رود اردن است. به این ترتیب شماره کشورهایی که فلسطین را اعتراف کردند به 157 عدد و 81% عضو سازمان ملل رسید. یلدوز بازار و 24 ساله ساکن ناحیه قبادیان با قرار سود ولایت ختلان به کشتار گناهکار دانسته شده 28 سال روانه زندان گردیده است. او تابستان امسال 3 کودکش را با کار زخمی کرده بود. به اطلاع یک منبع ازیا پلاس او بر اساس ماده 104 کدکس جنایتی عیبدار دانسته شد. منبع افزود حکم هنوز قوه قانونی نگرفته است و طرف‌ها حق دارند به دادگاه بالایی شکایت برند. حادثه شب 21 ایون سال روان رخ داده بود. بازار و یک دختر 6 ماهه و 2 پسرک 4 و 5 ساله خود را با کار زخمی کرد. خدیجه طفل 6 ماهه روز 5 ایول در بیمارخانه فوت دید ولی برادرانش شفا یافته رخصت شدند. سبب چنین عمل معلوم نیست. حکومت ناحیه قبادیان گفته بود که در وقت حادثه پدر کودکان در خانه نبوده است و یگان نزاع عائلوی نیز بین آنها وجود نداشته است. چند روز پیشتر از این حادثه زن 4 کودک خردسالش را با خود به دریای سرخاب پرتافته بود. 4 کودک به هلاکت رسیده زن را زنده از آب بیرون کرده بودند. دوام سال جاری با اشتراک موتورسیکل و اسکوترها 140 حادثه نقلیاتی رخ داده است که بر اثر آنها 51 نفر به هلاکت رسیده، 122 تن دیگر جراحت برداشته است. در این باره خبرگزاری خاور با تکیه به بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی خبر می‌دهد. یادآور می‌شویم که تا 25 سپتامبر در کشور عملیات سکوتر
دوام داشت. بازرسی دولتی اتومبیلی کشور مقصد برگزاری این عملیات را پیشگیری نمودن حادثه‌های ناخوش نقلیاتی، بلند برداشتن انتظامی رانندگان موتورسیکل، اسکوتر، دوچرخه و خودروهای برقی در شهر و ناحیه‌های مملکت می‌داند. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که وقت اخیر در مملکت حرکت با واسطه‌های موتورسیکل، دوچرخه، اسکوتر و خودروهای الکترونی زیاد گردیده است که اکثر آنها توسط نورسان و جوانان اداره می‌شود، می‌نویسد خبر. این رسانه از قبل کارشناسان پیشنهاد می‌کند که قاعده‌های حرکت در راه برای حرکت دوچرخه، اسکوتر و موتورسیکل تهیه شود و برای دوچرخه سواران و موتورسیکل ران‌ها راهروهای مخصوص باید ساخته شوند. در تاجیکستان از 1 تا 31 اکتبر معرکه امگذرانی بر ضد ویروس پاپیلوم آدم برگزار می شود. در مرحله اول امگذرانی میان دختران 10 ساله گذرانیده می شود. بعدا پس از وارد گردیدن پوره واکسن ضد ویروس پاپیلوم آدم با تقویم ملی امگذرانی، دختران سن از 11 تا 14 ساله نیز فراخوان گرفته خواهند شد. وزارت تندرستی نقشه دارد واکسن ضد ویروس پاپیلوم آدم را در دوام سال جاری و سال آینده به تقویم ملی وارد نماید. متخصصان شرح می‌دهند که محض در همین سن و سال واکسن ثمره‌ناک‌تر بوده پاسخ قوی مسئولیت را شکل می‌دهد. معرکه با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 24 ایول سال 2025 تصدیق شده است. وزارت تندرستی تاکید می‌کند که برای آمادگی به امگذرانی چاره‌بینی‌های آموزشی برای طبیبان و کارمندان ساحه معارف، همچنین کارهای فهماندهی میان اهالی گذرانیده می‌شوند. مهاجرت به کشورهای پیشرفته بخصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زباندانی و ملکه کاری طلب می‌کند. اگر می‌خواهید ملکه‌های کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید، مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی در یخچال منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی به طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد می‌کند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام می‌کنند و کاملا رایگان می‌باشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد می‌کند و همه شهروندان از 16 ساله بالا می‌توانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی می‌شوند و به آنها در بازار داخلی و خارجی از جمله بریتانیا کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می‌شود. همه خدمت رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملکه‌های کسب آموزی و امکانات‌های با کار تامین‌شوی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیای رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما. بیننده عزیز، این برنامه 97 روز بود. با ما باشید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی پیگیری نمایید.